سلام برسه به کلی بچه های یوتیوب. امید هر کجای که هستین جانتان جور و خیر باشه. من مرتضی تندرم و بازم خوش آمدید به کانال خودتان، کانال تندر میوزیک. بچه ها همونطور که میبینید در ویدیو، من تقریبا یک ماهه که ریشای من نزدم و منتظر همچین روزی بودم. امروز یک گیریم خیلی جالب و هیجانی که آقا شریف داریم و قراره دهی گیریم. بچه من یک پیرمرد خیلی سال خورده و خسته بشم و بعد از اینکه گیریم خلاص شده قرار غفور جان که موترش بیاد در مابین راه مسافر همشهری سوار میکنیم. خدا بکنه که مسافر همشهری در پست ما بخوره و در حین راه که میخواستیم وارد مسیرشان برسانیم بچه من برایشان رپ دری میخوانم. یکی از آهنگای قبلی من بیتش در مابین گوشیم هست، او رو برایشان پلی میکنم، میتونه ریاکشنش خیلی جالب باشه. از بچه قبل از هر چیزی حتما کانال خودتون لایک و سابسکرایب بکنید و اینکه کامنت هم از یادتان نره. آقا خانم لایک و کامنت هم و اینکه بچه هم بریم که گیریم انجام بدیم. پس با ما همراه باشید. Let's go. خب بچه همونطور که در تصویر میبینید گیریم نهایی من این کتم پوشیدم که خوب پیرمرد بشم و یکی ما همراه ما غفور امزه داریم، یکی از خوبای رپ دریه. لینک یوتیوبش در دیسکریپشن میمونم، میتونین حتما برین چک بکنین، ویدیوهاش حتما ببینید و یکی بریم ببینیم مسافر همشهری در پست ما میخوره. خدا بکنه کسی پیدا بکنیم دیگه. بریم آقای کربلایی. بچه همین تو گشته راهیم و خدا کسی هم پیدا نمیشه. امروز روز جمعه. همشهری ها کجای غفور؟ غیبه وای خدا، تقریبا نیم سال سرکار همین تو گشته راهیم.
گیریم چی مگه آقا گیریم. خب آی کربلایی جان کدوسم بریم؟ من یک جوری پیرمردانه‌تر بشینم کسی شک نکن. مستقیم برو شاید هم دور اطراف کسی پیدا بشه. خوب شلوغ نیست امروز. شلوغ هم بود دیگه. وا بلا ببینیم اینجا کسیه. اون همشری نیست. چهرهش میخوره. چهرهش میخوره. برو عمر چیز همونه برو. آره برو گاز. آره داداش بشین. سلام. خود میدون ولی از پیاده میشی؟ داداش اصالتا بچه کجایی؟ بچه افغانستان. میگم چه ابرود میخوره. شما کجایی هستی؟ منم بچه افغانستان. چه خوب. بسیار خوب. از کجای افغانستانی؟ مزار شریف. مزار شریف. شما کجایی هستی؟ من داداش بچه قندهارم. بسیار خوب. بسیار مردمای شریف دارم. فدای شما بشم. وطنی گپ بزن بیاده. باشی گپ میزنه. چند وقت ایرانی؟ من متولدم اینجا هستم. بزرگ شده ایرانی؟ بزرگ شده هم اینجا هستم. کارت چیه؟ کار مغازه دارم. مغازه چی؟ لباس فروشی. لباس ولی هست. سمت ولی هست. خوبه ایول. خودت چی کار بارش چی هست؟ من داداش موزیک کار میکنم و یه تعمیرگاه دارم. بسیار خوب. روزگار میچرخه یا نه؟ شکر خدا رو شکر. خدا رو شکر. روز بچرخه. واقعا مقصد روز بچرخه. چقدر خوب بود. چند سالت لالا؟ من داداش 29 سالم. متعیلی؟ مجرد. داداش همین نام خور به ما نگفتی. لالا نام محمده. احمد جان عزیز دل. مسیرم که دوره داداش. یک موزیک نمانیم؟ یک دانه بانیم دیگه. مثلا کربلایی علی ناراحت نشه. کربلایی که اون آنگاه چی بذاریم کربلایی ناراحت. تو باز از خودی از کربلایی بود. کربلایی موزیک داری در گوشید؟ آهنگ داری؟ آهنگ داری در گوشید که بمانی؟ داری؟ بمانیم که ببینیم کربلایی چی داره. یک دانه کربلایی بانه چی؟ بیایر بزن در گوشید کربلایی ببینیم آهنگای کربلایی چیه. از ما که هست داداش کلن سیستمیه. خب راست میگی. بذار کربلایی اینا آدمای قدیم هستن ببینیم چی داره کربلایی. دربت سیگرت بان هدفونان در گوش و یاد شبایی که گریه کردیم بری کابو و یاد بیرق ماها که سفید شد و یاد سرزمین مادری که از غم مرد. هی
به یاد جوانی، به یاد خامی، به یاد اندیوالا که رفتن سوی خارج، به یاد مکتبم که دلم تنگ بره، به یاد استرس اولین موزیک رپه، به یاد اون روزا که پر از دل خوشی بود، به یاد اون روزا که بازیای عطاری بود، به یاد اون روزا که زندگی ده سادگی بود، به یاد تکنو که ده آخری عروسی بود، به یاد کاکرو ده کارتون فوتبالیستا، به یاد اندیوالیم که مرد با آمپول هوا، به یاد لحظه هایی که بر من خاطره شد، به یاد عزیزایی که عازم آخرت شد. کلان شدیم و این زندگی اصلا او رقمی که فکرش همه کردیم نبود. چقدر خوردیم زمین و خستیم و ادامه دادیم با دیستایی کبود. چقدر داشتیم عجله پشت لباسی ها مثل پدر شود، ولی غافل از این که زندگی بر ما و تو چه خوابایی دیده. چقدر بودیم دل خوش بهی که روزای خوبه با هم میبینیم. یک میتینگ رپ دری بغل بوتی با میان میکدیم. دور از دین و مذهب یک صدا میخواندیم سرود ملی. کاش هیچ وقت کلان نمیشدیم آینده نمیشدی رقمی. وای بشما علیگو وای 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 کلارو اشفام اشفام خیلی خوب حاجی میشناختی داشت سورپرایز ما کردیم. زنده باش داداش. واقعا عشق خودم در اومد. دوربین مخفی میگیریم. دوربین مخفی بود. اونجا دوربین ما یک دیست کن بده به بچه ها. عالیه بچه. رفته بودم گیریم کده بودم یک ساعت توی گیریم بودم. حاجی عشقم در اومد. بابا خیلی عالی خود اصلا صداش حرف نداره. میشناختم. آهنگات گوش کرده بودیم. رفتیم گفتیم یک همچین دوربین مخفی بگیریم ریاکشن همشهریار ببینیم چی ده چیه و نه بابا چطور همین بود؟ واسه رپ ساخته شده. قربان زنده باش آقا. یکی از علاقه‌مندات منم. وای وای چقدر خوب شد. آقا واقعا ببین ببین شروع کردم من سعی کردم. آقا باورت میشه این موزیک الان خوب منو گرفت. منو گرفت حاجی عشقم در اومد. میبینی؟ آقا رفته بودم خیلی سریع از این ویدیو برای یوتیوب ما بعدی که با غفور جان خیلی زحمت کشیم از صبح تا حال توی گیریم اونو. خلاصا میبینی که بنده خدا این قدر هم گشتم تا تو رو پیدا کنم. خدایش مسافر پیدا نمیشه. چه خبره دیگه خوب است؟ آقا گیریم چطوره؟ فهمیدی یا نه اصلا؟ بابا اول نشناختم بگو از به خدا شناختم. جدا میگم. آقا ببخشید به خدا کدام شوخی موخی کردیم و اینا. ولی یک لحظه کوب کردی بچه. آره به خدا اصلا بازو بیرستم. کربلایی کجا؟ کجا؟ ولی گیریم رو نگاه کن خدایی. یک ساعت توی گیریم بود. نه عالیه خدایش دمش گرم. آره چه گیریم اصلا بهت میاد شایسته. خودت خوبه دیگه سلامتی؟ پیر رپ دری. آره بابا. پیر رپ دری. سعی کن پایین من پیرمردی بالا جوان آقا ولیاس آقا بریم پس مغازه داری دیگه ما داریم گواهیتون گوش رو کنم. حاجی بریم مغازه داشتم یه خرید بزنیم. مغازه چی داره؟ مغازه چی؟ لباس لباس فروشی. فروشیه. حالا بریم در خدمت. بریم این مغازه خریدی بزنیم. لباس فروشی بچگانه یا بزرگانه؟ نه بزرگم. اخ شده باز میام دان دکانه ما غفور. دمش گرم خیلی عالی. حاجی من خیلی فکر کردم گفتم الان سوتی میشه ولی نه. ولی نه. خدایش من اصلا شما شک نکردم این لرسام. خلاصه که داداش اگر کدام چیز کردیم شوخی کردیم و اینا برای خودت اجازه میدهی که من ویدیو رو بذارم تو یوتیوب؟ چرا که نه کی بهتر از شما زنده باشی تشکر. شما رو خیلی قبول داریم هم تشکر زنده باشی. مرتضی که هست. حاجی من یه چیزی رو حقیقت بگم خدا شاهده منم که موزیکم حالا 10-12 ساله گیریم ما خراب ولی یه چیزی احمد داداش من اولین رپی که گوش کردم خدا شاهده رپ مرتضی بود. اونم موزیک مهاجر افغان. مهاجر افغان دست تا دست بان کردیم گوش دادی آره یا آهنگش میگم صدای داشنا و سر هم میگفتم خیلی آهنگ. آقا مالی واقعا بریم ولی از بریم یکی دیگه بنده داداش یه دوری دیگه میزنیم داداش. بریم دیگه داداش این بنده خدا رو گفتیم ولی داداش میریم خرید میزنیم از مغازه‌شم داداش. ما سه تا همشهری یک دونه ویدیو چیز نگیریم با یکی دیگه یک قدر گیریم شده و یکی دیگه هم بگیریم.
یکی دیگه هم بگیریم. خب شماره تو داشت به ما بده که با مرتضی میایم پیشت. اوکی داداش. اوکی آقا. راضی که هستی مرتضی گفت ویدیویت پخشه. برسانیم به نه دست دست در خدا. نکنم. ها؟ اینجا پایین کن من خودم میرم. دستون در نکنم. خدای داداش اگه میگی خیلی خوشحال شدم روز ما اگه رو میگی ساختین. زنده باش خیلی عالی داداش بود. اگه میگی خیلی خوشحال شدیم او بیاده. من خوشحال خدا شدم. بچهای مزیار شریف پرچم بالا باشه مرتضی. مزار بودی نه؟ بله، مزار. خب بشک ما بریم اگر کسی خورد بچه ها بریم اگر کسی در پست ما خورد اگه امروز روز جمعه فکر نکنم دیگه کسی پیدا بشه ولی خب باز سعی تلاش ما رو میکنم اگه کسی خورده که باز یک ویدیو که از اون میگیریم اگه هم این نخورد مسیر میندازیم سمت پشم میایه ها؟ حالا ما میخوای یک عکس یادگاری بگیریم. یا یک عکسم با آقای تندر عکس داشته باشه. میخوای من که یه گوشیم میگیرم آره از گوشی خودت یک آقا عکس احمد. دیگه باز خیر حالا شما اینستا که داری دیگه آره، بازی از اینستاگرام واتساپ دارم. یک عکس یادگاری هم 3 نفره بگیریم که یک ذره برتر که آقا احمد هم در کادر بیفته بریم مرا بگی ایسو وایسا اینی رقم بگیرم آه. اینی رقم 1 2 3 بچه ما تقریبا 1 ساعت داریم میگردیم همونجوریم که میبینین آفتاب بخیر رفته ای که ما مسافر در پست ما نخورده بازم داریم سعی تلاش ما رو میکنیم اومدیم یه جا تو ایرانه کجا داداش بگو دیگه داریم میگردیم بچه که بریم دیگه حالا سعی تلاش ما رو میکنیم 10 دقیقه دیگه هم هستیم حالا شانس ما همش مسافر ایرانی میخوره دور بزنم میدان حالا ای خدا غفور بچه میبینین چه ویدیوی سختیه حتما کانال خودتون رو سابسکرایب بکنید لایک و کامنت هم فراموش نشه میبینین که من چقدر دارم زحمت میکشم غفور جان پس حتما از ویدیو درست حمایت بکنین دیگه دم کلگی گرم خب دیگه اینجا داداش فکر کنم ایل تبار افغان نشین باشیم آره دیگه چون بخدا اگه دیدی کسی رو بگو که نه این نیست او ایرانیه برو چیز برو او طرفی برو اوکی اومد توی تست اینا هم ایرانیه داداش ایرانیه بذار الان افغانی این سوار میرم اون 2 نفر چجوری برو آره باشید کربلایی جمع جور بشین چیز بگو کجا میره بزایست آماده باش کربلایی شده سلام کجا میری؟ بنک بشین افغانی بود شب سلام بچه ها میدونه بنک پیاده میشی؟ اصالتا کجایی؟ بله؟ اصالتا کجایی؟ ما اتباعیم افغانی. اتباع افغانی؟ ببخشید خانم شما مشکل ندارید من یه موزیک بذارم؟ نه مشکل نیست. آخه کربلایی بذار کربلایی رو ببینیم موزیک خودش داره مال من سیستمیه کربلایی یه موزیک بذار یه موزیک بیا این کابله رو بزن به گوشید این چشم در یا آهنگ خوب بذار کربلایی بچه کربلایی گوشاش یه ذره سنگینه وضعیت میشه. کربلایی بذار داره میذاره الان آهنگ بذار.
قلب تو سگرت بان هدفونا رو در گوش و یاد شبایی که گریه کردیم بری کابو و یاد بیرق ماها که سفید شد و یاد سرزمین مادری که از غم مرد هی و یاد جوانی و یاد خامی و یاد اندی والا که رفتن سوی خارج و یاد مکتبم که دلم تنگ برن و یاد استرس اولی موزیک رپه و یاد اون روزا که پر از دلخوشی بود و یاد اون روزا که بازی های عطاری بود و یاد اون روزا که زندگی ده سادگی بود و یاد تکنو که ده آخری عروسی بود و یاد کاکرو ده کارتون فوتبالیستا و یاد اندی والم که مرد با آمپول هوا و یاد لحظه هایی که برای من خاطره شد و یاد عزیزایی که عازم آخرت شد. وای وای کربلایی بچه ها حقیقتش ما داریم دوربین مخفیه. دوربین مخفی پیرمرد نیست. نه ایشون گیریم کرده. با بزرگم میشناسه من؟ اینم میشناسه مرتضی تندر گیریم بچه ها من حقیقتش یک دوربین مخفی داشتم میگرفتم دوربین ما من اینجا اینا اینجا بده. یک دیستکان بده بچه اینجا تاریک هم شده اصلا این بر مرتضی یا این بر بریم یه لحظه پیرمرد ما اینجاییم نگاه کنیم بچه ها صدای پیرمرد اینقدر جوون. آره بعدی که داشتیم ویدیو رو میگرفتیم گفتیم که بریم مسافر سوار بکنیم مسافرهای همشهری و یکی برایشان رپ دری بخوانیم که ببینیم ریاکشنشون چجوریه دیگه. شانسی شما خوردین در پشت ما. استعدادو میبینی؟ چطور بود بچه ها؟ عالی بود. خدایی؟ چطور بود؟ خدایی؟ من اولش آقا خلاصه فکرشو میکردی مرتضی تندر حالا برو اینجا چرا وایسا این بری یا این بری؟ همین نه پایین خاخه اینا رو باید به مقصد برسونی. پایین رو باید بریم با غفور امروز از صبح تا حالی قدر گشتیم شانسی دیگه شما در پست ما خوردین و که اگه شوخی چیزی کردیم دیگه در بزرگیتون ببخشید دیگه. من همیشه دوست داشتم این دوری مخفی باشم. اصلا باورم نمیشه به خدا. آره بعدی که بریم بچه ها رو برسانیم از اون طرف هم بریم که آره خلاص. خب یه چیز دیگه اگه راضی باشم بذارید داداش. آره اگه ویدیو راضیه نیست بذارید. اوکی چون بذارید ما خودمونم الان تو هنگیم بذارید. برای کانال یوتیوب می‌خواستیم بذاریم بچه‌ها. و اینکه نمیدونم یک کمی که تاریک شده چون از صبح تا حال داشتیم میگشتیم خدا کنه که بشه نور مورا اوکی بکنیم دیگه. همین دیگه بچه‌ها بریم بچه‌ها رو برسانیم و بریم. آره واقعا خیلی خوشحال شدیم. اصلا اولش موندم. تعجب کرده؟ آره اوکی. حالا عکس پیاده شدیم بگیریم ها یا بگیر همینجوری بگیر. اینجوری خیلی تاریکه میخوای یه نور بندازیم. حالا داریم میگیم به بچه‌ها که تاریک شد. حالا اکثر میگیریم با هم دیگه بعدا. خب اصلا سوارشم دقت نکردم به نفر جلوی. اینم خیلی فکر کردم پیرمرده. ولی خیلی گیریم شدم نگاه کنیم بچه‌ها ببینید. ایشون موزیک بذارن می‌خواستم یعنی بگم صداش یه خورده آشنا زد چون مثلا یه دونه از آهنگاشو گوش داده بودم ولی گیریمه خوب شده بچه‌ها. الان یه خورده از نزدیک اومدیم خودشه اگر از پشت واقعا با پیرمردا والا یه صد روی از این گیریمه کار کردیم بخدا. خب بچه‌ها همونطور که دیدین شب شده دیگه آفتاب رفت و خیلی هم تاریکه و اینکه امیدوارم که ویدیو خوشتون آمده باشه. دیدین که چقدر زحمت کشیدیم امروز غفور جان چقدر زحمت کشیده و اینکه حتما ویدیو رو لایک بکنیم بچه‌ها در قسمت کامنت هم نظراتتون رو بنویسین کانال خودتون هم سابسکرایب بکنین. از تا ویدیوهای بعدی همگی رو در خدای بزرگ می‌سپارم. الله حافظتون باشه. پیس.